اینجا студияи марказии радио Озодист ва ман Шалогул Хоҷа барномаи хабариро тақдими шумо мекунам. Нахуст мебинем ки мавзӯи имрӯз 3 сентябр аз кадом қарор аст. вазирати корҳои дохилии Русия гуфт ки навори латукуби муҳоҷирро месанҷад. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд аксаран чунин қазияҳо нодида гирифта мешаванд. رسانه‌های روسیه این گونه نوارها را نمایش نمی‌دهند چون به منفعت آنها نیست، زیرا جبر دیدن مهاجر است. یادی از ترور و گروگانگیری و یا خاطراتی که زود دادن نشده است. فاجعه بسلان در 15 سال پیش قهرمان‌های خود را داشت. وقتی مادرم نامه را بیرون می‌برد من اینجا نشسته بودم. برای آنکه اگر او می‌گریخت مرا می‌کشتند. و در آبادانی سهم بگیرید. مقامات از کارمندان بوجوی در رودکی خواستند که برای انشاءات جشنی از معاش یک روزه‌شان بدهند. وزیر کارهای داخلی روسیه دستور داده است که نواری اذیت مهاجری احتمالاً توجیک تحقیق و عاملان جنایت بازداشت شوند. نواری لاتوکوبی جوان چند روز پیش به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان از همتای روسش خواست جنایتکاران را به جوابگری بکشند. ایرینا ولک دستیار وزیر کارهای داخلی روسیه شام 2 سپتامبر گفت نواری ویدیویی مورد تحقیق قرار گرفته است. باید نفرانی در نوار بوده وقت جوی حادثه و شرایط صادر شدن جنایت معین شود. روسیه گفته است که از نتیجه سنجش مقامات تاجیکستان را آگاه میکنند. کرامت شریف فامی حقوق مهاجران میگوید در اکثر موارد مقامات تاجیکستان و روسیه در رسانه‌ای شدن جنایت‌های مربوط به قتل مهاجران منفعت دار نیستند. رسانه‌های روسیه این گونه نوارها را نمایش نمی‌دهند چون به منفعت آنها نیست، زیرا جبر دیدن مهاجر است. اما اگر مسئله به قتل شهروند روسیه دخل داشته باشد آن را حتما انعکاس می‌کنند. نواری لاتوکوبی بیرحمانه مهاجر آخر هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی راه یافت و موج انتقادهای تندی را به میان آورد. در این نوار صحنه لاتوکوبی یک مرد و زخمی کردن او با کارد از سوی چند جوان در روسیه ثبت شده است. حمله‌وران او را توجیک خطاب کرده بارها برای آنکه در وطن خودش نایستاد و به روسیه رفت تحقیر نمودند. مقامات نوحیه رودکی از آموزگاران و پزشکان و دیگر کارمندان نهادهای دولتی خواستند تا معاش یک روزه خود را برای انجام ساختمان‌های سپارند که در گشودنشان پرزیدنت اشتراک می‌کند. مقامات میگویند این تنها یک خواهش است، ولی کارمندان بوجوی به رادیو آزادی گفتند این خواهش را حتما باید اجرا کنند. این گونه شکایت از دیگر نوحیه‌ها نیز میرسند و همکارم مومن احمدی این موضوع را پیگیری کرد. در گفتگوی پیش از برنامه از اول از او پرسیدم که با چی راه این دستور و یا مراجعت‌ها اجرا می شوند. بله شهلا، ما 2 حجت را با امضای رستم اکرمزاده رئیس ناحیه رودکی داریم که ادعای از جمله آموزگاران و پزشکان را تصدیق می کند. در این سند از ماه می از کارمندان خواهش شده است معاش یک روزه خود را برای آبادانی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت گذرانند. در حجت دوم که روز 27 آگوست تصویب شده است از کارمندان بودجوی خواهش می شود برای ساختمان انشاءات جشنی شرکت کنند، معاش یک روزه خود را به حساب مخصوص انتقال دهند. اما دولتمند بارانزاده رئیس دستگاه حکومت ناحیه رودکی گفت مراجعت رئیس ناحیه برای کمک به ساختمان انشاءات جشنی است، ولی پرداخت مبلغ اختیاری است و کسی را مجبور نمی کنند. مومن کارمندان چی میگویند؟ نظر آنها به مراجعت‌های رئیس ناحیه چیست؟ ببینید ما با چندی از آموزگاران صحبت کردیم که گفتند وقتی مراجعت شد باید هم اجرا کند. برای مثال زینب آموزگار یکی از مکتب‌های ناحیه رودکی در صحبت با ما گفت که در 4 ماه اخیر بار دوم است که معاش یک روزه آنها را گویا اختیاری ولی در اصل بدون موافقه نمیدهند. بار اول به گفته او برای آبادانی پول دادند، این بار دوم برای پیشوازی پرزیدنت. این آموزگار نقل کرد که 900 سومانی معاش میگیرد و معاشش برای یک روز کاری همگی 45 سومانی می شود. پولی که به گفته زینب به خرج یک ماهه روغن خانواده برابر است. ضمناً مومن در گذشته ما می‌دانیم که برای چنین شیوه کار مقامات نوحیوی را تنقید هم کردند.
بله، کارشناسان آمادگی به سفر پرزیدنت به شهر و نواحی را که در نهایت تنها با گشودن چند انشاءات نه چندان مهم انجام می‌یابد صرف بیهوده وقت می‌دانند. از سوی دیگر عنعنه شدن جمع آوری مبلغ از ساکنان و صاحبخانان را جبر می‌دانند. سفرهای پرزیدنت به نواحی کشور به یک کار معمولی تبدیل یافته است. در این سفرها اگر دقت دهیم صحنه‌های تکراری را دیدن ممکن است. گروهی از خوانندگان در وصف پرزیدنت شعر می‌خوانند، منصبداران با دستان پیش بر او را به انشاءات تازه بنیاد راهنمایی می‌کنند. از همین نقطه نظر دلیر شریفов روزنامه‌نگار تاجیک در صحبت به ما گفت که پول جمع کردن از مردم آبادکاری هایی که میشوند آنها را زیر سوال میبرد. او گفت همیشه حکومت در 10 سال اخیر از مصرف و اسراف گپ زده است، از زیاده‌روی نکردن مردم گپ زده است، ولی میبینیم خودشون رفتارهای انجام میدهند که سراپا اسراف است. مومن احمدی بود که از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت میکرد. تفصیلات موضوع رو میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org پیدا کنید. 15 سال پیش روزهای اول سپتامبر روسیه شاهد یک حادثه بی‌سابقه تروریستی شد. در شهرک بسلان اسیت شمالی تروریستان بیش از 1000 نفر را در داخل مکتب گروگان گرفتند. بحران تا 3 سپتامبر ادامه کرده، شیوه حل آن فاجعه بار بود. در نتیجه عملیات نیروهای قدرتی صدها نفر کشته شدند که اکثریتشان را کودکان تشکیل نمودند. یک کودک و مادرش برای مدت کوتاهی قهرمان‌های اصلی این فاجعه شدند، چون مادر داوطلبانه از جایش برخاست و پیام رسان بین گروگانگیران و نیروهای روسیه شد. یادآوری از ترور و جسارت از گروگانگیری در مکتب بسلان. وقتی مادرم نامه را بیرون می برد من اینجا نشسته بودم برای آنکه اگر او می گریخت مرا می کشتند. تیمورلند تاغوزاوی 28 ساله روز 1 سپتامبر سال 2004 صنف هفتم می رفت. در این روز دهها تندرو مکتب آنها را اشغال کردند و 1200 کودک و کلانسال را گروگان گرفتند. تیمورلند را مادرش به مکتب برده بود. وقتی گروگانگیران خواستند پیامی را به نیروهای روسیه برسانند، مادر از جایش برخاست. وقتی مسلحان فریاد زدند که اینجا طبیب هست، به گوشم رسید که طبیب میگویند. از جایم برخاستم و گفتم که من طبیبم. گفتم ممکن است من پیام شما را رسانم؟ من هیچ جا نمیروم چون که پسرم اینجاست. خوب گفتند و پیامشان را به من دادند. گفتند پسرت اینجا میماند. اگر از در یک قدم بیرون مانی سنایپر تو را نابود میکند. و من نامه را دادند که در آن گفته میشد نیروها را از چچنستان بیرون کنند. جسارت او پیش روی فاجعه را گرفتن نتوانست. در روز سوم نیروهای روسیه به مکتب یورش بردند و زد و خورد شدید به عمل آمد. 334 نفر از جمله 186 کودک کشته شدند. گاه دوستانم به خوابم میآیند، گاه تمام حادثه را به خواب میبینم. تیمورلند حالا افسری گارد ملی روسیه است. فاجعه بسلان پیوسته از خاطرش میگذرد. من هیچ نمیفهمم چی میتواند سبب گروگان گرفتن کودکان شود. من این را نمیفهمم. من ظاهرا هیچگاه درک نمیکنم چگونه کودک را میتوان گروگان گرفت. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. پژوهشگران بعد تحقیق دوباره بایگانی صدرالدین عینی دهها اشعاری سردفتری ادبیات شوروی تاجیک را پیدا نمودند که روی چاپ را ندیدند. بیشتر این شعرها به موضوع مذهبی و سیاسی بخشیده شدند که سبب منع نشرشان شده است. امردین اولیموف در همین باره گزارش دارد. احوال بخیم است خدایا مدد کن، عالم عظیم است خدایا مدد کن. با این همه غم چاره همین است که گویم الله کریم است خدایا مدد کن. این پارچه شعری به قلم صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک تعلق دارد که جای نشر نشده است. محققان تاجیک میگویند زیاده از 30 شعر عینی را از بایگانیش پیدا کردند که تا حال روی چاپ را ندیدند و قرار است آنها را در کلیات تازه عینی که گفته می شود زیاده از 20 جلد را در بر میگیرد به نشر رسانند. دستخطهای استاد عینی که در خانه موزه ادب در دوشنبه نگهداری می شوند هنوز اسرار زیادی دارند. شعرهایی که کشف شدند
با سبب‌های گوناگون به چاپ نرسیدند، از جمله برای آنکه پیام مذهبی داشتند. استاد یک آدم دیندار بودم، اینجای بحث نداره. استاد مثل هر جدیدیه یک زمینش پناسلامی بود، یعنی این کار کردن ممکن نیست. یعنی افکاری ملتگرای بورژوازی زمینه پناسلامی داشت و هم ملی فرهنگی تاجیکی داشت. برای همین در اثرهای اونها از خدا، از محمد، از قرآن رجوع ها بسیار شده. هنوز هم در بایگانی استاد عینی اشعار زیاد هست که شاید باری هم به تر نرسیده باشه. همه چیز میدونه. عبدالخالق نبوی سالهاست آثار عینی را می‌آموزد. میگوید محتوای اشعار تازه پیدا شده او تاریخی است و اساساً مرثیه و قصیده ها را در بر میگیرد. حتی به امیر عبدالاحد هم ادیب مرثیه دارد. اون نشر اشعار تازه پیدا شده ادیب را برای شناخت عینی ضرور می‌داند. برای اینکه حقیقت تفکر و افکار و اندیشه عینی در کدام پایه بود، در کدام سطح بود معلوم کنیم، ما حق نداریم که این چیزها را یا صرف نظر کنیم. در کلیات حدوداً 22 جلده عینی که قرار است به نزدیکی به تب رسد، گفته می شود بجز از شعرهای نو و اثرهای نثری، آثاری به زبان ازبکی تالیف شده ادیب نیز علاوه می شود. اون در واقعا پایه‌گذار دو ادبیات هستند. ادبیات تاجیک و ازبک هستند. خود محقق‌های ازبک اعتراف کردند که عینی در پایه‌گذاری ادبیات معاصر ازبکی سهم گرفته. صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر شوروی تاجیک عنوان می شود. ناحیه و خیابان و دانشگاه و مکتب ها نام او را دارند. سال 1998 با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به صدرالدین عینی عنوان قهرمانی تاجیکستان داده شد. و حالا می رویم به افغانستان، به کشور جنگ زده که در فهرست سرگرمی های نسل جوانش یک نوی ورزش دیگر اضافه شده است. هرچند گفته می شود که نورسان افغان برای تمرین رگبی شرایط سازگار ندارند، ولی این برایشان مانع نیست. گزارش زرانگیز نوروشا در همین باره است. رگبی در میان نورسان افغان شهرت کسب میکند. شماری روزافزون جوانان افغان بر رگبی که برای بسیاری ها تا چند سال پیش اصلا آشنا نبود توجه نشان میدهند. دفعه اول هم تو ما فکر میکنم که چیه گل بیکار است، چه رقم گل است. بعدم در رگبی وارد شدم، استاد عبدالله حبیب بخشی بر قوانینا را وضع کرد و کلشون بر ما فهمانده. دسته رگبی افغانستان در قوه‌آزمایی‌های بین المللی اشتراک میکند، ولی در سطح محلی این نوع ورزش در حال رشد است. ورزشکاران نورس در روی فرش صنعی با احتیاط مقاومت به رقیبان را می‌آموزند. رگبی تاج به خاطر این تاج ما گرفتیم چون میدان ما خیلی خراب است. اگر میتونن اینا رو تکلم بازی کنن، گرچه میدان ما خراب است، خیلی خراب است، اگر بچه‌ها بفتن خدا این خود دستشان یا پایشان یا صورتشان زخمی میشن. ورزشکاران نورس به میدان‌های مناسب احتیاج دارند. به فکر ما به میدان‌های ورزشی برای نورسان نیاز داریم. میدان کم است، وقتی زیاد هوا یا گرم است یا خشک است یا خنک و سیربر. زمین در افغانستان به ویژه در کابل کمچین است. پیدا کردن میدان ورزش خیلی دشوار است. در کشور جنگ زده افغانستان ورزش آرامش و آسایش فراهم می‌آورد. کریکت و فوتبال شهرت زیاد دارند. در مناطق کوهی بسیاری ها با دوچرخه‌رانی کوهی یا خود ماونتین بایکینگ و چنه سواری که در افغانستان با نام سورچرانی معروف است مشغول می‌باشند. مشاور بریتانیایی باور دارد که با مرور زمان رگبی هم در میان افغان‌ها محبوب و مشهور می‌شود. به عقیده من آنها مهارت و قدرت و خواهش مشق را دارند. فعلا ما دسته های 7 نفری تشکیل میکنیم، ولی امیدوارم که در افغانستان امکان خواهیم داشت که بر پایه یک معیار یک دسته 15 نفره رگبی تنظیم کنیم. در افغانستان دسته زنانه رگبی هم تشکیل می شود و شمار بیشتری نورسان و جوانان به این نوع ورزش مشغول خواهند شد. برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار.